میرسیم به اون زاویه دیده. خب ما وقتی کنار اینها ایستادیم، بهشون نزدیکیم، چیز خیلی عجیب و غریبی نمی‌بینیم. کنار این به اصطلاح عامل بازجویی آقای ایوبی اینجا نشستیم و داریم در واقع باهاش روبرو میشیم. اما 100 متر، 200 متر، 300 متر که بریم جلوتر اساساً ممکنه چیز دیگه ای ببینیم. زاویه دوربین عوض میشه. دوربین رو میبره در فضا و از اونجا به زمین نگاه میکنه. ما عادت داریم از اینجا به فضا نگاه میکنیم. توی قهوه حل میشن دخترای دم برق به جای پشت درخت، تو آسانسورای برجای بلند بغل میشن. ولی عشق من مثل عاشقای قدیمی، دوست دارم ناز نگاتو سخت پیدا بکنم، بذاریم به خاکی واسه بغل گرفتنت، واسه عاشقیت درخت پیدا بکنم. دوست دارم که باهات نام نگاری بکنم، تهشم یه تیر رو تو قلب دوتامون بزنم، بشینم منتظر موقع گل دادن می، دلم رو واسه جوابای تو صابون بزنم. دیگه عاشقونه ها به جا قهوه خونه ها، توی کافه های تاریک توی قهوه حل میشن. دخترای دم برق به جای پشت درخت، تو آسانسورای برجای بلند بغل میشن. دیگه عاشقونه ها به جا قهوه خونه ها، دیگه هیچی مثل سابق واسه من قشنگ نیست.